که هدف از زندگی مجاهد اقامه نظام اسلامی است. غلط است. اقامه نظام اسلامی در دنیا وسیله برای کسب جنت است. ما به خاطر از این در دنیا جهاد میکنیم، ما به خاطر از این در دنیا دعوت میکنیم، به خاطر از این در دنیا اقامه نظام اسلامی میکنیم تا پروردگار راضی شود ما را از آتش دوزخ خلاص کنه و به جنت ببرد. اقامه نظام اسلامی در دنیا، رسیدن به قدرت در دنیا وسیله برای کسب جنت است. قایم نمودن نظام اسلامی یک وسیله به خاطر نجات از آتش دوزخ است. و هدف نیست. هدف کسب جنت است. هدف جنت کمایی کردن است. و این مطلب رب العالمین در قرآن میگه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کسی که از آتش دوزخ نجات پیدا کرد، بچ شد، زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، و جنت داخل شد، فقد فاز. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. نیست زندگی دنیا مگر متاع غرور. زندگی را، حیات دنیا را با پادشاهیش و با فتوحاتش، با غنایمش، با مالش، با دبدبه و عزتش، همش در میزان اسلام متاع غرور است، متاع بی قیمت است. او هدف زندگی نیست. هدف زندگی خلاص شدن از آتش دوزخ و رسیدن به جنت است. وقتی که هدف زندگی رسیدن به جنت شود، کمایی جنت شود، آسانترین راه به خاطر رسیدن به جنت چیست؟ شهادت است. پس شهادت هدف است. شهادت مطلوب است به ما. درسی بود که از جهاد گذشته یاد گرفتیم. ما در جهاد سابقه سوال میکردیم که خدا همی رهبر ای قائد ای قماندان فلانی را که بسیار قماندان مشهور است، پروردگارا زندگیش طولانی کن، از شهادت نجاتش بده تا به خاطر جهاد و قایم نمودن نظام اسلامی برای ما یک ذخیره باشد، یک ستون و پایه دولت اسلامی شود. بعد از قایم نمودن حکومت در کابل ما دیدیم که سوال ما غلط بود. بسیاری مردمی که ما روادار نبودیم که اونا شهید شوند، هم مردم در صف کفر کشته شدند. شهادت ما سر شهادار نبودیم که زنده بمانند. شهادت خود رفت دستش در صف امریکایی کشته شدند. اونایی که زنده هستند حالا در صف کفر استاد هستند. اونایی که در صف کفر هم استاد نیست، پروردگار از پیششان توفیق جهاد گرفت، حالا مانده نیست که شهید شود، حالا شهادت میترسند. همین مردم بدنامی که امروز زبانها شدن، اگنا در یک مرحله از جهاد شهید می شدن، اونا قهرمانای ملی ما می بودن، قهرمان تاریخ اسلام می شدن، نامشان به تبرک گرفته می شد. نمیدانم که خاتمهشان چی خواهد شد. فعلا خو در قطار خائنین به اسلام و وطن قرار دادن. ای که خداوند خاتمه چی برش میته، ما برشان، برای خود و بر از اونا حسن ختام از پروردگار مطالبه کنیم که به ما و به همه از اونا حسن ختام کنیم. پس فایده را کی کرد؟ فایده را شهیدی که دو روز در جهاد ما شهید شد او فایده کرد، یا او قماندانی که امروز از جهاد خود سرمایه ها را خود به خود انداخته کرد و مال و بچوکی انحراف شده رسید، در فروختن وطن سهیم شد؟ بلا شک جواب است که فایده کرد. هم به نزد پروردگار فایده کرد که شهید شد، از غم آخرت، از عذاب آخرت و قبر خلاص شد. هم پیش همه مردم اتفاقا او آدم شهید است که همه او را مدح میکرد. در طول جهاد گذشته ما در این سنوات متعدد کامیابترین مردم ما شهدا است. ما افراد متفق علیه در جهاد و دعوت خود در افغانستان غیر شهیدا دیگه کسی نداریم. تنها شهیداست که شهیدای از ایران را از ابتدا در حال همگی شهید میگه و به احترام میبینه، و باقی زنده ها همه در فتنه ها، هر کس به اندازه اعمالش در فتنه ها سهیم شدن و در این فتنه هایی که ما در زندگی میکنیم از دود از آتش و از مصیبتاش نصیب خود گرفتن. پس وقتی که خاتمه مضمون نباشه، خاتمه به ما کس ضمانت نکرده که خاتمه ما در اسلام بشه در کفر.
مرگ ما را کس ضمانت نکرده که با ایمان میموریم یا بی ایمان میموریم. نفس ما را کس ضمانت نکرده که تا آخر به راه مستقیم ثابت خواهد ماند. شهادت به ما کس ضمانت نکرده که اگر ما دیر بپاییم با شهید میشیم. جهاد کس به ما ضمانت نکرده که جهاد، نعمت جهاد تا آخر همراه ما خواهد بود. ممکن مرحله ما برای که جهاد از عقب پشت بگردیم به پولم جهاد پیدا کردن نتنه. پس چرا انسان در رسیدن به میدان جهاد و در رسیدن به مقام شهادت آدم متردد باشه؟ از این لحاظ اسلام مجاهدین خدا به تمنای شهادت مکلف ساخته. طلب شهادت سنت رسول صلی الله علیه و سلم. رسول صلی الله علیه و سلم تمنای شهادت کرده، احترام نکی یک مرتبه شهید شوم و بازنده شوم، شهید شوم و بازنده شوم. و می فرماید در حدیث شریف کس که از صدق در شهادت از رب العالمین سوال کنه، پروردگار اگر برش میدان جنگ هم نصیب نکنه، از درجات شهادت برش نصیب میکنه، منازل شهادت کمایی میکنه. از اون لحاظ اگر آدم مجاهد باشه نباشه، اگر آدم در میدان جهاد باشه نباشه، اگر آدم مسلح باشه نباشه، اگر مکلف باشه نباشه، اگر زن باشه یا مرد باشه، همه باید از رب العالمین سوال شهادت بکنه. ترویج کنیم. این سنت است که به این فراموش شده است، سنت منسیه است. فامیل های خود به این آموخته بسازید که از رب العالمین شاد بخواد. زن خود به این عادت بسازید که برای خودت و برای خود و اولاد خودت پروردگار شهادت بخواد. چرا اسلام جنگجو را به حب شهادت آموخته می سازد؟ یک آدم اسلحه را میبرداره به جنگ میره، با سوال میکنه که پروردگار مردمی جنگ بکش. مثل که توش ناکامی را سوال میکنی از رب العالمین. چطور یک آدم که جنگ میره باید سوال کنه که دشمن بکشه؟ تو چطور سوال میکنی خدا مرا شهادت نصیب مکن؟ ظاهرا خود شکست است. مرگ تو یک فتح است برای دشمن. مرگ تو فتح دشمن است. پس چرا تو از پروردگار سوال میکنی که تو را شهید بسازد؟ و آنه که مرگ تو یک چیزی که دشمن سر خوش میشه. سوال جوابای متعدد دارد. مغالطه هایی است که مسلمانان باید اینا را درک کنند. مهمترین حکمت و فایده از این مسئله است که یک مجاهدی که در میدان جنگ به نیت قربانی داخل شود، او فاتح از میدان جنگ میبره و از میدان جنگ فرار نمیکنه. مورال از او، معنویت از او بلند میباشه. مجاهدی که به میدان جنگ به نیت نجات میبره، او در نیت خود مخلص نیست. اولا تلاش میکنه که کشته نشه، دوم در کشتن دشمن میترشه، سوم به خاطر زندگی خود تلاش میکنه از غنیمت از یک چیز به دیگه چیز اندوخته‌ای داشته باشه. زمانی که تو یک کس به این تربیه بسازی که به هر میدان جنگی که داخل شود او تلاش میکنه که از میدان جنگ غنیمت دزدی کنه، نمیکنه. وقتی که کشته شدن در میدان جنگ بر از او هدف باشه، او در میدان جنگ شهادت میترسه؟ نمیترسه. صحابه میفهمه داشتن از شهادت. قصه عبدالله ابن ابی رواحه رضی الله عنه در غزوه مؤتة، زمانی که زید میبینه که شهید میشه قماندان اول، جعفر میبینه که شهید میشه و دو دستش قطع میشه قماندان دوم، و نوبت قماندانی زید عبدالله ابن ابی رواحه میرسه، نفس او را میترسانه. از حدیث نفس او احساس میکنه در نفس خودش نفس خود جواب میکنه، یا نفسی لتنزلن و لتکرهن ما لاراک تکرهین الجنه. ای نفس، یا به رغبت خود به میدان شهادت پیش شو، یا به زور میبرونه به شهادت. نفس خود میگه که یا به رغبت خود می شهادت به خود قبول کن، از شهادت عقب نرو، یا به زور به میدان دروازه شهادت